اگه ادمینی، اگه سناریو نویسی، اگه فتوشاپ کار میکنی، اگه ادیت میزنی، تو سالهای آینده مخصوصا 3 سال آینده درآمدت قرار به شدت کم بشه و اینکه رقابت توی این بازار قرار خیلی زیاد بشه. برای این موضوع 4 تا دلیل برات میارم. موضوع اول، هوش مصنوعی گسترشش واقعا سرعت زیادی داره، خیلی وقتا داره جای کارهای تخصصی و حتی میگیره. دلیل دومم ورود نسل زد به این بازاره. خب این موضوع باعث میشه رقابت خیلی زیادتر بشه. دلیل سومم اینه که تکنولوژی ها داره بیشتر در دسترس عموم قرار میگیره. یعنی قدیم اگه نیاز بودش که مثلا یک بلاگری یه تصویر خیلی خوب داشته باشه، یه ویدیو خیلی خوب داشته باشه، این موضوع اینو میطلبید که یک تیم فیلم برداری بیان ازش فیلم بگیرن و اینکه الان اینجوری نیستش. الان تلفن‌های همراه همشون، یعنی این جدیداش، دوربینای خوبی دارن و دیگه نیاز به اون فیلم برداری خیلی کاهش پیدا کرده و خیلی حوزش تخصصی تر شده. و موضوع آخر اینه که UI و UX نرم افزارها، وبسایت ها و تکنولوژی های مختلف داره بهبود پیدا میکنه. یعنی آینده افراد مختلف نیاز کمتری دارن که متخصص بیاد بهشون بگه چه کار کنید، چون یه عده مهندس نشستن دارن این موضوعات رو کار میکنن. لایک کنید که افراد بیشتری این موضوع رو ببینن. واقعا موضوع خیلی مهمیه برای خودم مثلا، و اینو اگه دوست داشتید به اشتراک بذارید برای افراد مختلف. به نظرم خیلی کاربردیه.